از منبع صاف میگیرد، یعنی از منبع صاف، یعنی معناش که آدمی که امروز میبیاد مثلا علماهای یک طرف میمونه دو، یعنی یک طرف میمونه دو میبیاد خودش به اینترنت مشغول شده. من خودم از کتاب از اینترنت میابم میگود مثلا نه وای مثالش مثال چی میشد، یعنی مثال یک آدمی که مثلا یک جا رفته استاده است، یک صحرا برفت تشنه شد محتاج شد، میبیند که گجاب یعنی از یک مثلا چه یک از منبع صاف، یعنی از کو چشمه زلال زلال آب تازه درخشیده استاده است، آب تازه مثلا ریخته استاده است. یک جای میبیند که آب یک جا چی شدگی دون لای به آب جمع شده موندگی، یعنی لای مثلا هر خیل چیزا های و جنده سگ ها آب خوره استاده است، دون بیانده افلاس و هر چیزا های آب صاف است. آب صاف میمونه دو میگوید که خیلی من مشتهید که من میبینم که آب تازه که جنده میشه میگه نزد همین لای به میره دو چی میره دو همین پیالاش میکاسش میگیره دو تازه کاره میخورد. یعنی فهمیدید نه فهمیدید آدمی که مثلا چی علماهای میمونه دو خودش مثلا رفته آدمی چیزا خودم من جواب میابم خودم میابم میگوید مثل همین خیلی، یعنی مثل همین خیلی میشه. یعنی و اکید که مثلا به این احوال کتی یعنی چی میکنه، یعنی آخر چی تو خودت عذاب میتی، چی تو خودت عذاب میتی مثلا. برای شیخ محمد هادی گفت که یعنی عالم تو به یک مسئله همین خیلی به آسان میفهموند که تو ممکن یک سال مثلا این چیز فهمیده نمیتونی، یعنی همین به مثلا دویم چی میکنیم، یعنی ما باید که هر مسئله به چی علمای مثلا که بیانه، یعنی علمای سنت المحض دویم شیخ عبدالله میگه چی سنت محض مثلا، یعنی جواب باید که گردیم مسئله ها بیانی. فهمیدید نه یعنی چی دیگه مثلا اهل علم مشایخ اهل مثلا چی بدگی مثلا که صاف من آب باز گردیم.